ماجرای حقوقی بین این دو نفر یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های تاریخ هنره. دادگاهی که در نهایت حقیقت رو برملا کرد. والتر کین در دهه 1950 به خاطر کشیدن تابلوهایی از کودکان سرراهی با چشمانی بزرگ و اشک‌آلودشون بسیار معروف شد و از فروششون سود خیلی زیادی نصیبش شد. اما نقاش اصلی، همسر والتر، مارگارت کین، خجالتی بود که به همه به عنوان یک زن خانه‌دار و بی‌هنر معرفی می‌شد. در مقابلش والتر از فروش و معرفی آثار مارگارت داشت روز به روز مشهورتر می‌شد تا اینکه مارگارت تصمیم گرفت از والتر جدا بشه و همه جا اعلام کرد که این نقاشی‌ها کار خودش بوده، نه والتر. اما والتر انکار کرد و مارگارت ازش خواست تا هر دو در دادگاه در حضور قاضی نقاشی کنند. در نهایت مارگارت در عرض 1 ساعت یک نقاشی بی‌نظیر کشید، ولی والتر به بهانه گرفتگی شانه‌ها حتی نتونست یک خط روی بوم بکشه. و در نهایت مارگارت به عنوان نقاش اصلی پیروز دادگاه شد و جالب بدونید فیلم بیگ آیز رو هم از این کلاهبرداری هنری ساختن.